سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. اومدم با بهترین لودات های بازی وارزون جدید یا همون وارزون 3. اولین گان SMG WSP هستش که بهترین SMG هستش که در برای فاصله کلوز رنج که فایر ریت بسیار بالایی داره و موومنت خیلی سریع هم داره. شما خشابش میتونید ستایی هم بذارید، من نذاشتم ولی میتونید ستایی هم بذارید. برای آپتیکش هم شما هر آپتیکی بخواید میتونید بذارید، ولی پیشنهاد من اینه حالا استاک هم میتونید این استاک هم بذارید روی گانتون. خب گان بعدی اسنایپ کت AMR هستش که این هم اسنایپ وان شاتی هستش در هر فاصله ای. حتی این اسنایپ برای فاصله دور چیده شده، شما میتونید برلش مثلا کوتاه‌تر هم بکنید، میتونید هم آپتیک یا میتونید آپتیک هم اضافه کنید به اسنایپ. گان بعدی هم LMG هستش. LMG اسمشو درست نمیدونم ولی این از مازلش هست و این هم LMG بسیار خوبیه، بسیار نوریکل که همین شاید هم یکی دو روزه باف شده و همه دارن استفادهش میکنن و SMG بسیار خوبی هستش. شما آپتیکش هم هر جور میتونید، هر چیزی میتونید بذارید. من حالا دلخواه اینو گذاشتم. گان بعدی هم SMG استریکر هستش. یه دونه استریکر 9 داریم، یه دونه استریکر خالی داریم، یعنی استریکر بدون پسوندی نداره. همین استریکر خالی رو بردارید. اون استریکر 9 یه ذره دمیجش کمتره. این SMG هم دوباره شما میتونید به جای آپتیک هر آپتیک دیگه میتونید بذارید، میتونید به جای آپتیک هم لیزر بذارین براش که من خودم آپتیک رو گذاشتم، آپتیک بهتره. خب بریم برای تست گان ها به ترتیب. اولش یه گان SMG WSP که بسیار گان خوبیه، گفتم اینجوری فایر ریت بسیار داره و موومنت خیلی زیادی داره. دوم اسنایپ کت AMR که خب بریم سراغ گانه بعدی. گانه بعدی همون LMG هستش. همونطور که میبینید گانه بسیار ریکویلیه، یعنی ریکویل نداره. همونطور میبینید الان این یه همون زیاد فقط میزنید بالا و پایین نمیشه، همونطور که همش یه جا رو زد و دمیجش هم خیلی خوبه. خب این هم که همون گان SMG هستش. این هم که خیلی دمیجش از اون WSP بیشتره ولی یه ذره فایر ریتش کمتره، ولی دوتاشو پیشنهاد میکنم برای کلوز رنج. دوتاش SMG خوبی هست. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.